بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان گرامی. با یه سری دیگه از موضوعات بحث مزاج‌شناسی و تاثیر آن تو زندگی خدمت شما هستیم. بعد از بررسی برخی از بیماری‌های صفرا، الان رسیدیم به بیماری‌های سودا. سودا یعنی سردی و خشکی، لاغری، تیرگی رنگ چهره و علائمی که نشان دهنده اینه که سودای بدن انسان از 1% کمی بیشتر شده و نشان دهنده اینه که سردی و خشکی بدن داره زیاد میشه. خب وقتی سردی و خشکی تو بدن انسان زیاد میشه چه علائمی پیدا میکنه؟ چه مشکلاتی پیدا میکنیم؟ یکی از علائم افکار بد و منفی هست که دست خود آدمم نیست، همیشه منفی نگره، همیشه حس بد داره، همیشه فکر میکنه یه اتفاقی قراره بیفته در صورتی که هیچ مشکل خاصی نیست. گاهی بعضی افراد میگن دست خودمونم نیست، نگرانیم، دلشوره داریم. چرا این اتفاق میفته؟ چون سردی و خشکی زیاد شده. معمولا این علائم غلبه سودا در سن 40 تا 60 سالگی بیشتر اتفاق میفته. اینه که ما باید حواسمون باشه اگر تو سن 40 تا 60 سالگی هستیم باید توجه بیشتری به پاکسازی و دفع سودا داشته باشیم. در خانم ها بیشتر از آقایون اتفاق میفته. چرا؟ چون خانم ها طبع سردتری دارن نسبت به آقایون، پس باید مراقبت بیشتری هم داشته باشن. خب چیکار کنیم اگر افکار بد و منفی داشتیم؟ چه کاری باید انجام؟ نکته اول اینه که غذاهای سودازا را حذف کنیم. غالب افراد جامعه ما امروزه صبحانه چی میخورن؟ پنیر و چای شیرین. معمولا پنیر سودازاترین چیزیه که ما داریم تو برنامه غذاییمون استفاده میکنیم. خب اصلا پنیر رو گفتن صبحانه خوبی هم نیست. اگر میخوایم استفاده کنیم باید معمولا برای شبها استفاده بشه. ولی اگر هر روز استفاده میکنیم بدونیم که عامل اصلی مشکلات سودایی ما همین پنیر یا چای زیاد هست. صبحانه باید از انواع آش‌ها، انواع مرباها، انده و شیر، لبنیات دیگه، شیر، نمیدونم خامه، چیزا اینجوری استفاده بشه یا بعد جایگزین مناسب برای پنیر باشه. بعضی میگن ما زیاد هم نمیخوریم، یه لقمه. حتی اگر یک لقمه هم میخورید بدونید که میتونه بیماریزا باشه در بدن انسان. این برای بحث اصلاح غذا. توی فست فود ها نوشابه اینا باید حذف بشن و چیزهای مفید استفاده میشه. تو بحث داروها یه داروی به نام داروی سوداور، خیلی داروی مفید و خیلی قابل استفاده‌ای که شما میتونید از دارو استفاده بکنید، به شما آرامش میده. یه گیاه، یه دمنوشی هست به نام گیاه افتیمون. افتیمون یک گیاه بسیار بسیار مؤثر برای سودای اضافیه. حالا بعضی میگن ضرر دارد، زیاد مصرف کردنش آسیب میزنه. نه، اگه شما طبق نظر طبیب، طبق نظر پزشک استفاده بکنید هیچ مشکلی نداره. توصیه میشود شما یک ماه یک شب در میان یه استکان دم کرده گیاه افتیمون که مثل چایی دم بکنید، با عسل یا نبات شیرین بکنید استفاده بکنید. ببینید چقدر معجزه آسا این افکار ذهنی، افکار پریشان دارم اینها رو از بین خواهد برد. خیلی مطلب مهمیه که خیلی بهش توجه نداره. در بحث اعمال یداوی هم زالو درمانی درمان انواع بیماری های سوداست، خصوصا افکار بد و منفی که به سراغ انسان میاد. و کجا باید زالو بندازین؟ پشت گوش. پشت هر گوش تقریبا 3 تا زالو بندازن که میتونه تو دفع سودای اضافی به شدت کمک میکنه. خواب خوب، خوراک خوب، افکار منفی، اینها رو همه را تنظیم میکنه و باعث میشه که انسان به یک آرامشی دست پیدا کنه. انشالله که موفق و مؤید و پیروز و سربلند بشه.